قرآن یه چیز قیمتی و گرانبهاست و بدون شک کلام خداست و نعمتیه واسه ما انسانا. حالا این نعمت و هدیه الهی رو چطوری به دست بیاریم؟ میبایست زندگیمون رو با آموختن، تأمل و تدبر در این سخنان بنا کنیم. خلاصه بگم قرآن برنامه‌ای کامل و بی‌نقص واسه همه زندگیه. بارالها، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. من آدم کلویک هستم. 31 سالمه و 4 فرزند دارم، 2 پسر و 2 دختر. بنیانگذار بنیاد اسلامی امبریس هستم. در لیورپول انگلیس زندگی میکنم و در یک خانواده مسیحی بزرگ شدم. اون یک یتیم بود که خداوند اونو پناه داد. گم شده بود و الله اونو هدایت کرد. وقتی این آیات سوره زها رو واسش خوندم، آیا جز این بود که تو را یتیم یافت و سپس پناه داد و تو را که راه به جایی نمی بردی هدایت کرد؟ مکسی کرد و گفت واقعا این آیات زندگی اصلیشو توصیف میکنن. اسمش آدمه و اهل لیورپول. قبل از هر چیز میخوام بدونم که کودکیت چگونه سپری شد برادر عزیزم، و لطفاً از ابتدا برامون بگو که چطور بود. من در یک خانواده انگلیسی بزرگ شدم و درست مثل بقیه بچه‌های انگلیسی تربیت شدم و بزرگ شدم. دلیلش این بود که پدر و مادرم جدا شده بودن و پدرم که اصالتاً اهل یمن بود از وجود و به دنیا اومدن من خبر نداشت. وقتی که 1 ساله بودم مادرم دوباره ازدواج کرد. اون موقعها مادرم مسلمون نبود، با یه مرد انگلیسی مسیحی ازدواج کرد. پس منم درست مثل بقیه مردم انگلیس در یک خانواده مسیحی و انگلیسی بزرگ شدم. 16 ساله بود که پدر آدم از وجودش خبردار شد و تا قبل از این پدر از پسرش هیچ خبری نداشت. اون موقع بود که مادرش اونو به پدر واقعیش و خانواده اصلیش در یمن معرفی کرد. بعد از اینکه پدر و مادرم جدا شدن، پدرم نمیدونسته که مادرم حامل است. با یک خانم یمنی ازدواج میکنه که الان حکم مادر دوممو داره. متاسفانه بیشتر بچه هاشون وقتی که خیلی کوچیک بودن فوت شدن و فقط خواهرم زنده موند. وقتی که اولین بار پدرمو دیدم حرف قشنگی بهم زد. بهم گفت که من روز و شب به درگاه الله دعا میکردم که یه پسر بهم بده و الله همون موقع پسر 16 ساله و بزرگمو بهم نشون داد. حرفش یه جورایی داستان یوسف پیامبر علیه السلام رو به هم یادآوری میکنه. زنگ زد به موبایلم و به هم گفت که پسرت از دبیرستان فارغ التحصیل شده و میخوام که حالا بیای و پسرتو ببینی. من هیچ اطلاعی از وجود پسرم نداشتم، اما خب خداوند اینطوری خواسته بود. بعد از اینکه باورم شد رفتم دنبال پسرم و 1-2 ساعتی رو کنار هم نشستیم. بعدش برای آخر هفته برنامه چیدیم. یه دفعه دیگه هم دیگر رو دیدیم، اما وقتی برای دفعه 3 دیدمش دعوتش کردم خونم تا با هم نهار بخوریم و همدیگر رو توی خونه ببینیم و برای اولین بار اومد خونم. بعد از اون هر آخر هفته بعد از اینکه درساشو تمام میکرد میومد پیش من. اون اوایل که پدرمو دیدم همش با هم میرفتیم بیرون و با دوستاش و خانواده آشنا میشدم.
همشون خیلی مهربون بودن. یادمه فقط یه ظرف بزرگ غذا می آوردن و همشون از توی یه مجمعی می خوردن. اوایلش یه کمی از کاراشون متعجب می شدم، اما بعداً کم کم عادت کردم. همه خیلی با هم مهربون بودن، برام هدیه می خریدن و همیشه در کمال ادب و احترام با هم حرف می زدن. با اینکه فرهنگشون خیلی برام غریب بود، اما هر روز بیشتر ازشون خوشم می اومد. هدف اصلیم این بود که اسلامو بهش معرفی کنم، چون اگه اون مسلمون میشد میتونستم بهش نزدیکتر بشم. الحمدلله الله خودش هدایتش کرد. هدایت من فضل ربی الجمال قلبی يخضر احساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. اولین قدمی که پدر آدام برای معرفی اسلام به اون برداشت این بود که نسخه ای از ترجمه انگلیسی قرآن رو به اون هدیه کرد و به همراه اون قرآن رو تلاوت میکرد. این همون قرآنه. بله، این همون کتابه. این همون نسخه قرآنیه که پدر آدم بهش هدیه کرد و ایشان تا به امروز این کتابو نگه داشته. این هدیه بسیار نفیس و مهمیه، چون که زندگی آدم رو کاملا تغییر داد. واسه ما بگو اولین بار بعد از اینکه این ترجمه قرآن رو از پدرت گرفتی چه کار کردی؟ اون لحظه رو دقیقاً به خاطر دارم. وقتی نسخه ترجمه انگلیسی قرآن رو باز کردم، خود به خود سوره یوسف باز شد. شباهت داستان زندگی پیامبر یوسف علیه السلام در قرآن و داستانی که ما به عنوان یه مسیحی در کلیسا و مدرسه شنیده بودیم منو شگفت زده کرد. واقعاً شگفت انگیز بود. تا اون موقع همیشه فکر می‌کردم که اسلام یه دین عجیب و غریبه که هیچ ربطی به سنت‌ها و فرهنگ ما و کشورمون نداره و داستان زندگی یوسف علیه السلام بسیار زیبا و تاثیرگذار بود. جالب اینجاست که در اولین قصه‌ای که من از قرآن خوندم، پدری پسرش رو از دست میده و بعد از مدت طولانی پیداش میکنه. سبحان الله، هر چیز زمان میگذره من حقایق شگفت‌انگیز بیشتری در قرآن پیدا میکنم. درباره سوره یوسف الله در قرآن میفرمایند که ما نیکوترین سرگذشت را به تو وحی کردیم. بعد از اینکه قرآن خوندم از پدرم در مورد اسلام میپرسیدم. گاهی به مسجد میرفتم تا نماز خوندن مسلمانان رو تماشا کنم و از جوانان راجع به اسلام بپرسم. اولین باری که توی عمرم وارد مسجد شدم به همراه پدرم به مسجد شفیلد دعوت شده بودیم. یادم وارد اتاق بزرگی پر از مردم غریبه شدیم، اما همه به هم لبخند می‌زدن و اونقدر مؤدب و مهربون بودن که باعث می‌شدن احساس غریبی نکنم. زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها. قبل از اینکه مسلمون بشی وقتی به مسجد میرفتی و به سخنرانی امام مسجد بعد از نمازهای تراویح در رمضان گوش میدادی، کدوم آیات بیشتر از همه تو رو تحت تأثیر قرار میداد؟ اون موقع شیخ یک کلمه رو به شکل خاص و متفاوتی تلفظ میکرد و این کلمه همیشه توجه منو به خودش جلب میکرد. اون موقع زبان عربی و بلد نبودم، ولی میدیدم این کلمه بارها در جملاتش تکرار میشه. با اینکه معنیشو نمیفهمیدم یه تأثیری روم گذاشت که باعث میشد قلبم با شنیدنش به تپش بیفته. اون کلمه الحق بود. الحق. میدیدم هر چند لحظه یه بار تکرارش میکنه. 2-3 بار اولی که شنیدم از کسی معنیشو نپرسیدم، اما وقتی بیشتر شنیدم از یکی پرسیدم این کلمه یعنی چی؟ ایشون گفت این کلمه به معنای حقیقته. ما چند بار تا حالا این کلمه رو خوندیم؟ کلمه حق در قرآن چند بار تا حالا شنیدیم؟ هیچ وقت شده درباره معنای این کلمه بیاندیشیم؟ تا حالا به این فکر کردیم که این کلمه در تجوید چگونه تلفظ میشه؟ الحق. الله سبحانه و تعالی این گونه به روشنی نشون میده که نمیشه به سادگی از کنار حق و حقیقت گذشت.
بیاین با هم در برخی از آیاتی که الله سبحانه و تعالی این کلمه رو در اونها به کار برده دقت کنیم. الله میفرمایند و جاءت سکرة الموت بالحق. الله فرمودن ذلک یوم الحق. و در جای دیگه میفرمایند تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. آدم با اسلام آرامش درونی رو درک کرده بود و به این نتیجه رسید که اسلام دین حق و حقیقته. بنابراین در یکی از مساجد شهر شیفلد شهادتین رو به زبون آورد. این اتفاق واسش تولدی دوباره بود. نشستم و شیخ ازم خواست که انگشتم رو باز کنم، انگشت اشارم و بعد گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. هر وقت که اینجا کسی رو در حال گفتن شهادتین میبینم اون خاطره دوباره میاد تو ذهنم، انگار که خودم دوباره دارم شهادتین رو میگم. وقتی مسلمان شدن کسی رو میبینم نمیتونم جلوی اشکامو بگیرم، حس عجیبی تمام وجودم رو فرا میگیره، انگار نور و رحمت الهی و هدایت الله به شکل ملموسی فضا رو پر میکنه. من به درگاه الله دعا میکنم که ایمان اون و فرزندانش رو هر روز به دین اسلام قوی تر کنه. دعای من برای آدم فقط همینه، چون این دنیا فانیه. فرقی نمیکنه که مسلمان به دنیا اومده باشیم و پدرمون بعد از تولد اذانا تو گوشمون گفته باشه یا اینکه بعدها مسلمان شده باشیم. مهمترین قسمت این دین آخرشه، این که ما آخرش چجوری از دنیا میریم. پس اگر آخر راه درست نباشم هیچ تفاوتی بین اونایی که مسلمان به دنیا اومدن و اونایی که مسلمان شدن نیست. على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا بالقرآن برحمه تحلو الحياة با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أسلمت روحي للإله. بعد از اینکه آدم حقیقت رو فهمید و از اون پیروی کرد، کار دعوت اسلامو از اطرافیانش شروع کرد، خصوصا مادرش، همسرش و برادر ناتنیش که اولین نفرایی بودن تو خانوادهش که مسلمون شدن. اولش هم خیلی نگران بودم و هم پر از انرژی بودم. من حقیقت رو پیدا کرده بودم و فهمیده بودمش. میخواستم اطرافیانم هم به همون سرعت و آسونی من حق رو پیدا کنن و مسلمان بشن. چیزی که اون روزا درکش برام سخت بود این بود که خب همه که قرار نیست به همون چیزی که من بهش اعتقاد دارم اعتقاد داشته باشن. قرآن رو برمی داشتم و میرفتم سراغ مادرم و میگفتم ببین تو قرآن چی نوشته؟ توی قرآن در مورد بیگ بنگ نوشته، در مورد علوم ماورایی نوشته، راجع به مسائل علمی قرآن براش گفتم، اما خب توجه زیادی به حرفایی که میزدم نمیکرد، فقط گوش میکرد چون من پسرش بودم. سبحان الله که در هر چیزی حکمتی هست. من خیلی راجع به اسلام حرف میزدم اما به اندازه حرفام عمل نمی کردم و دعوت به این شکل اصلاً تاثیرگذار نبود. ام المؤمنین عایشه در مورد رسول الله میفرمایند و کان خلقه القرآن، یعنی اخلاق پیامبر یه اخلاق قرآنی بود. ما باید قرآن رو بخونیم و آیاتشو در زندگیمون، در رفتار و کردارمون و برخوردمون با دیگران به کار بگیریم، مخصوصاً وقتی میفهمیم که رحمت الله شامل حال ما شده و خیلی هم از این نعمت محرومن. انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
الله در قرآن کریم می‌فرمایند ای پیامبر، همانا تو ای پیامبر نمی‌توانی هر که را دوست داری هدایت کنی و به مقصد برسانی، بلکه این خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت می‌کند و او به ره یافتگان آگاه‌تر است. من خیلی راجع به این آیه فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که هدایت دست اللهه. این اللهه که هدایت میکنه، نه بنده هاش. شاید من بتونم یه وسیله باشم، اما الله کسیه که هدایت میکنه. دیگه خودم رو قانع کردم که به مادرم اصرار نکنم، فقط وقتایی که خودش سوال میپرسید جوابشو میدادم و سعی میکردم هر وقت به دیدنش میرم یه هدیه واسش بگیرم و تمام تلاشمو میکردم که به هیچ عنوان بهش بی احترامی نکنم و با محبت و درستی باش رفتار میکردم که با قبل از مسلمان بودنم فرق داشته باشم. قبل از مسلمان شدن رفتارم باهاش اصلا اینجوری نبود، چون ما از بچگی یاد میگیریم که باید از پدر و مادرمون جدا شیم و مستقل به زندگیمون ادامه بدیم و از 18 سالگی بدون دخالت اونا تصمیم بگیریم. خیلی سخت بود ولی باعث شد مادرم مسلمان بشه. ایشون چطور اسلامو پذیرفت؟ زمانی مسلمان شد که ما در کمپینی بودیم که برای افرادی که تازه مسلمان شده بودن یا میخواستن مسلمان شن مشغول بودیم. تازه مسلمانای زیادی اونجا بودن. زنان انگلیسی مسلمان که حجاب داشتن. مادرم خیلی تحت تاثیر صحبتای این خانوما قرار گرفت. انگار از خودش پرسید که آیا منم میتونم مثل این خانمای انگلیسی باشم؟ برادرم همراهش بود که اونم 5 ساله که مسلمان شده. الحمدلله در اونجا مادرم شهادت اینو گفت. همه ما مادرامونو دوست داریم. پس چطور میشه تصور کرد کسی که دوستش داریم و میدونیم که عاقبت کسی که مسلمان نیست چیه و کافر بودن سبب رفتن به جهنم میشه رو رها کنیم؟ تحمل این واقعیت برام خیلی سخت بود. چطور میتونستم دست روی دست بذارم؟ بدون مبالغه باید بگم اون لحظه‌ای که مادرم شهادت اینو گفت حس کردم داخل بهشت شدم. انگار دنیا و زندگی رنگ عوض کرده بود. مادرم شهادت اینو گفته بود و مسلمان شده بود. سبحان الله، اون لحظه خداوند رحمتشو در حق من تمام کرد. من اللهو شکر میکنم و ستایش میگم و ازش میخوام که ایمانم رو روز به روز محکم‌تر کنه و منو از نادانی نجات بده. الحمدلله. بعد از اینکه برادر و مادر آدم مسلمان شدن، ناپدریش هم کم کم جذب دین اسلام شد. بعد از اون یه روز اتفاق عجیبی افتاد. رفته بودم خرید و این پسرمو گذاشتم خونه پیش پدر بزرگش. پسرم، شما تعریف کن. وقتی که بابام رفته بود خرید، منو گذاشت پیش بابا بزرگم. داشتیم راجع به اسلام حرف می زدیم. اون راجع به اسلام ازم می پرسید. من بهش گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. سعی کرد تکرار کنه اما نمیتونست کلماتو درست تلفظ کنه. کمکش کردم تا درست تلفظ کنه و بالاخره گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. بعد گفت این یعنی چی؟ منم گفتم دیگه مسلمون شدی. خیلی از زمانی که آدم به اسلام روی آورد نمیگذشت که به یمن مسافرت کرد. این سفر تاثیر زیادی روی اعتقادات و همچنین زبان عربی آدم داشت. وقتی که برگشت به انگلیس شروع کرد به خوندن و مخصوصاً حفظ کردن قرآن کریم. الحمدلله، این از فضل خداست که در لندن شیخی باشه که با اخلاص و توانش قرآن و اونطور که بر پیامبر نازل شده به ما آموزش بده. این یه نعمت بزرگه. بعد از اینکه برگشت آموزش شروع کردیم. اون موقع دیگه زبان عربیش خوب شده بود و میتونست حروف و کلماتو بخونه. برای همین مستقیم رفتم سراغ آموزش قرائت قرآن. آیاتو یواش یواش براش میخوندم. هر آیه رو بارها تکرار میکردم تا روش درست خوندنش رو یاد بگیره و بعد میرفتیم سراغ آیه بعدی. این مع العسر یسرا، این مع العسر یسرا، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. امیدوارم آدم قرآن رو حفظ کنه. اون باهوشه و میدونم میتونه. راستشو بخواین انتظار دارم یه روزی به یه شیخ و امام جماعت در لندن تبدیل بشه. کسایی مثل اون که خودشون اهل این کشورن بهتر میتونن به کشورشون خدمت کنن. ایشون علاوه بر این که روش قرائت قرآن رو بهم یاد دادن، تدبر در آیات هم بهم یاد دادن.
همچنین با رفتار و کردارشون بهترین الگو برای منم شدن. از وقتی که نوجوان بودم تا به امروز ایشون همیشه به من کمک کردن. اینا همه زیبایی‌های اسلامن. وقتی یه نفر مسلمون میشه اشتیاق عجیبی برای تقسیم این شادی و راه حقیقت با دوستان، خانواده و اطرافیانش پیدا میکنه. بعد از اون هر وقت یکی مسلمان میشد میفرستادنش پیش من، چون میدونستن که منم مسلمان به دنیا نیومدم و بعدها به این دین روی آوردم. پس میتونم خیلی خوب به این افراد کمک کنم و سعی کنم بعضی از مشکلاتشون در این سفر رو حل کنم. از اونجا شروع شد تا اینکه الحمدلله امروز در جایگاهی هستم که میتونم به تازه مسلمانهای زیادی در انگلیس کمک کنم. هدف اصلی من و آرزویی که همیشه دارم برای رسیدن بهش تلاش میکنم اینه که پلی بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌های بریتانیا بسازم. اگه بتونیم همچین کاری بکنیم میتونیم چهره واقعی اسلامو به بهترین شکل به غیر مسلمین نشون بدیم. حتی اگه مسلمان نشن حداقل از واقعیت وجودی اسلام مطلع میشن. قبل از اینکه این دیدار زیبا تموم بشه میخوام آرزوی قلبی تو بدونم. آرزوی من در زمینه دعوت مردم به اسلامه. یه مؤسسه‌ای داریم به اسم امبریس که تمام وقت با تازه مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها سر کار داره. کمپین‌ها و برنامه‌های زیادی مثل همون برنامه‌ای که باعث شد مادرم مسلمان بشه برگزار میکنه. ما می‌خوایم کارمون رو گسترش بدیم که بتونیم در کل بریتانیا فعالیت کنیم. موفقیت در این کار بزرگترین آرزومه. در پناه الله و با کمک خودش امیدواریم آرزوهات محقق بشه و همه دستاندرکاران وبسایت نون قرآن همواره همراه شما برای محقق شدن این فکر دعوی بسیار زیبا. خدا حفظتون کنه. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني لا 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 جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساقوا أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساقوا أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير